السو قرمشوه خبرنگاری رادیو زودی و مادر دو فرزند که بعد 9 ماه زندان در روسیه در یک تبادل زندانیان به آمریکا برگشت به اهل عائله‌اش در شهر واشنگتن پیوست. او را با اتهام دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه به 6.5 سال زندان محکوم کردند با وجود آنکه رادیو زودی اتهامات علیه او را بی‌اساس می‌داند. السو که حالا همراه شوهرش در شهر تگزاس آمریکا است با همکاری ما مایک اکل صحبت کرد. و نخستین سال هم از السو این بود که بعد این همه روزهای سخت و هیجان زیاد چی حال دارد؟ تشکر مایک. من بسیار خوشحالم. خوبم. در نهایت پیش آدمانی درست هستم. معالجه های عادی طبی رو میگیرم که ماها از آن محروم بودم. با من مثل انسان مناسبت میکنند. بالاخره بعد از 1 سال بازداشت و مصیبت وحشتناک من حالا خوبم. تشکر. و سوال دیگری که از السو پرسیدند این بود که احساس و هیجان لحظه بیرون آمدنش از هواپیما و مثل یک مادر و همسر به دیدار عزیزانش رسیدن را تصویر کند. این یک لحظه بود که ماها در بارش خیال پردازی می کردم. من دقیقاً در رویاها هم می دیدم که چی گونه خواهد بود. البته از انتظارات من بیشتر بود و شادی بخشترین لحظه بود. من تو این زمان باور نمی کردم زیرا هر چیزی می توانست خطا پیش برود. همه چی رو مخفی می نگاه می داشتند. نمی دانستم چی خبر بود. من نمی دانستم چه کسی مرا کجا می برد، کی و چرا می برند. پس از ماها اتفاقات از تفتیش خبری نبود. حالا این چیز اتفاق افتاد. برای همین زمان به این معجزه باور کردم که شوهر و فرزندانم را با آغوش گرفتم. از همان روز با آغوش گرفتن همدیگر را بس نمی‌کنیم. همکارم همچنین از السو قرمشوه پرسید که آیا از آن خشمگین نیست که حکومت روسیه 9 ماه او را از فرزندانش جدا کرد و از زندگی معمولی محروم ساخت؟ من حالا خشمگین نیستم، عصبانی نیستم، به کسی نفرت ندارم، تأسف میخورم. دلم به آنها میسوزد که این کار را کردند، به دادرس‌ها، به مفتشان، به افسران، به پاسبان‌ها. نه، من خشمگین نیستم. حالا باید به زمان امروز مطابق شوم. ویدیوهایی را ببینم که هنگام نبودنم اهل عائله برایم ثبت کردند. باید با آهنگ‌های نو، خبرهای نو، فیلم‌های نو، هر چیز دیگر آشنا شوم. بله، آن وقتی گرانبها را از من دزدیدند. هیچ کسی آن 1 سال را به من و خانواده‌ام برگرداندن نمیتواند. این همه مرا قوی تر کرد، عائله ما را قوی تر کرد و من خشمگین نیستم، به کسی نفرت ندارم. السو قرمشوه خبرنگاری بخش تاتاری رادیو زودی است و قرار است به زودی به جای کارش به شهر پراگ برگردد.